سلام، خوب و خوش و سلامت هستین؟ امشب میخوام یه فری به عمامه شیخ فری بدم که همچی فرفره بار به چرخه. این دنب بنفش کوسه بعد از یه سال زهربری و زهرخری و زهرخوری حالا یاد حرفای دهن پرکن و روزه های بسیجی خرکن افتاده. دنیا میداند دیگر تهدید یا تحریم در برابر این ملت بزرگ تأثیر گذار نیست. ما نرمش قهرمانانه خواهیم داشت، همانطور که رهبری فرمودند. نرمش ذلیلانه ممنوع است. تسلیم در برابر قدرت‌های بزرگ ممنوع است. تسلیم ممنوع است؟ درازکش ذلیلانه چی؟ سینه خیز رفتن پای مذاکرات اونم با فک آویزون چی؟ قول و قرارای پشت پرده واسه زهرای بعدی چی؟ اینا ممنوعن؟ خب اصلا گیرم حرف تو درست. حالا با این نرمش قهرمانانه چه غلطی میخوای بکنید؟ من قبلا هم گفته بودم در اول سال که مهمترین کار دولت امسال خروج از رکود هست. این مهمترین کار ما هست. البته من خیلی آدم خوشبینی تو مسائل اقتصادی نیستم، اما در این حال معتقدم ما از رکود خارج شدیم. هیچی دیگه، انتری نژاد عمامه‌دار ندیده بودیم که دیدیم. یه نگاهی با آماری که وزیر قراضه اقتصاد خودت داده بنداز. بعد از این قپیابیا فکر کردی خارج شدن از رکود الکیه؟ خرج داره شیخ فری، زهرخوری میخواد، میفهمی یا نه؟ در سیاست خارجی طبق برنامه حرکت کردیم. شرایط ما امروز شرایطی هست که ما از تحریم به حول و قوه الهی همونطور که از رکود در حال خروج هستیم یا خارج شدیم، از تحریم هم در حال خروج هستیم و این کار رو خواهیم کرد انشاءالله. در مذاکرات با 5+1 و در خارج از مذاکرات 5+1، این رو من اینجا بگم، ما همه تخم مرغ هامون در سیاست خارجی و در رونق اقتصادی توی یه سبد نیست. یکی از اون سبد ها 5+1. 2-3 تا سبد دیگه داریم. ما اون سبد های ما پرتر از 5+1 داره پیش میره. تموم دیگه. از رکود که خارج شدی، از تحریم هم که خارج شدی، تخم و مرغات هم که تو سبده. پس دیگه این داد و هوارا واسه چیه؟ دلواپسا چی میگن؟ ولی فقیه چرا گریونه؟ اکبر کوسه چرا حیرونه؟ بزنید به تریپ قد، قال قضیه رو بکنید دیگه. از طرف دیگر ما باید با دنیا تعامل بکنیم. اقتصاد در دنیای امروز بدون تعامل با جهان امکان پذیر نیست. عین این میمونه که شما یه شرکت هواپیمایی داشته باشید، بگید بهترین شرکت هواپیمایی است، اما از مرزهای شما عبور نکنه، همیشه در داخل کشور خطوط داخلی داشته باشه. عین کشتیرانی میمونه که در سواحل کشور خودتون از این شهر از این بندر به اون بندر بره و به اقیانوس ها نره. این که کشتیرانی نمیشه، این که هواپیمایی نمیشه. راست میگه دیگه. مثل بلی فقیه میمونه که یه من عمامه رو کلشه و 3 قبضه ریش، اما از زور خفگی داره دست و پا میزنه و کارش به جایی رسیده که حتی نوچه های خونزادش هم حرفشو نمیخونن. این ولی فقیه هم دیگه ولی فقیه نمیشه. واسه خاطر همینم راهی نداره جز همون نرمش ذلیلانه و جون کندن واسه رد شدن از تحریما. اینو دیگه هر بسیجی خرمغزی هم میفهمه. شیخ فری، تو هم زور الکی نزن. میخواستی تو این یه سال ولی فقیه پر بدی، اما خودت هم دونسوز شدی.
موشکافان